درود بر شرف جوونی که با برادرش پشت وانت کاهو میفروشه تا خرج یه خانواده 13 نفره رو در بیاره و وقتی بهش میگن بذار یه عکس ازت بگیریم تا مردم ببینن قهرمانشون داره چیکار میکنه، میگه نه، از زندگیم راضیم چون خدا ازم راضیه. میخوام مثل قدیما، مثل سابق، یه وقتایی یکی با من بخنده، یکی باشه که دستامو بگیره، یکی باشه که زخمامو ببنده. نمیبینی دارم جون میدم اینجا، نمیتونی به تو محتاجم اینجا. چقدر راحت منو وابسته کردی، دارم